اگه تو هم کلاس چیزکیکت موقع برش کردن خرد میشه، این ویدیو رو تا آخر ببین. خیلی راحت بدون قالب مخصوص میتونی چیزکیکای تک نفره تو خونه درست کنی. تلقمون رو بزرگتر از رینگ مورد نظرمون برش میدیم و دو طرفش رو چسب میزنیم تا فیکس بشه. 2 بسته بیسکویت پتیبورمون رو با هر وسیله‌ای که داریم کاملا پودرش میکنیم. کره رو ذوب میکنیم، چند قطره رنگ خوراکی سبز اضافه میکنیم برای تم یلدایی. میتونی رنگ خوراکی هم نزنید. راز نرم شدن کراستمون همین خامه صبحانه است. خامه رو اضافه میکنیم، مواد خوب مخلوط میکنیم و توی تلخا میریزیم. با پشت لیوان یا قاشق سطحش رو صاف میکنیم و داخل یخچال میذاریم تا کاملا سفت بشه. پودر ژلاتین رو با آب سرد مخلوط میکنیم و بماری میکنیم. پنیر خامه‌ای و خامه قنادی نرم شده رو در حد مخلوط شدن با همزم میزنیم. ژلاتین بماری شده رو اضافه میکنیم. توی این مرحله چون ژلاتین داغه، موادمون کمی سفت میشه. روی بخار کتری میذاریم تا کاملا نرم و روون بشه. روی کراستمون میریزیم، چند ضربه میزنیم، داخل یخچال میذاریم تا کاملا موادمون خودشو بگیره. 1.5 لیوان آب جوش رو با 1 بسته ژله مخلوط میکنیم. وقتی کاملا سرد شد روی مواد چیزکیکمون میریزیم. 3 الی 4 ساعت داخل یخچال میذاریم. بعد با قیچی تلقمون رو برش میدیم و از چیزکیک جدا میکنیم. من با انار و کمی سس بریلو تزیینش کردم. امیدوارم درست کنید و کنار عزیزانتون نوش جان کنید. اگه خوشتون اومد لایک کنید، سیو کنید و برای دوستانتون هم بفرستید.